خب الگوی کندلستیک بعدی که ما در موردش صحبت کنیم ستاره صبحگاهیه. این الگو داره 3 تا شمعه. اصولاً انتهای یک روند نزولی شکل میگیره. بعد از اینکه یک کندل مشکی بزرگ اتفاق میفته، یک کندلی داریم به صورت کندل دوجی یا با بادی کوچیک و بعد از اون یک کندل تقاضا، یک کندل سفید صعودی داریم که نوید یک صعود بعد از انتهای نزولی به ما میده. الگوی بعدی که ما در موردش صحبت کنیم ستاره اصگاهیه. دقیقاً برعکس ستاره صبحگاهی، یعنی بعد از یک روند صعودی شکل میگیره و برای ما نوید یک روند نزولیه. به این صورت که از 3 کندل تشکیل شده. کندل اول که کندل صعودی و کندل دوم یک کندل حالت دوجی یا با بادی کوچیک و کندل سوم یک کندل همپوشاننده یا نزولیه که میاد بیش از 50% این 2 تا کندل قبل رو در بر میگیره و برای یک نزول آماده میشیم. خب الگوی بعدی 3 کلاغ سیاه اصطلاحاً نام داره. توی این الگو بعد از یک روند صعودی 3 کندل نزولی پشت سر هم قرار میگیره و این برای ما نوید اینه که یه بار دیگه قراره این بازار یه نزولی رو تجربه کنه. و همچنین بعد از اون میتونیم به 3 سرباز سفید اشاره کنیم. 3 سرباز سفید دقیقاً برعکس 3 کلاغ سیاه به این صورته که 3 تا الگوی سفید، کندل سفید صعودی داریم توی این بازار و بعد از یک نزولی نشان دهنده یه تقاضاییه و میخواد نشون بده که خب دیگه متقاضیان بازار رو میخوان در دست بگیرن و بازار به سمت صعود پیش میره. خب ببینید بچه‌ها، یه موضوعی که اینجا هست خیلی دیگه از انواع مدل‌های کندلستیک وجود داره و همینایی که گفتیم یا خیلی دیگه در آن واحد دیدنشون، تصمیم گیری نسبت بهشون یا اینکه کجای روندن، به چه شکلی ان، شاید یکم کارو واسه ما دشوار کنه. خب من میخوام یه راه حل خیلی کاربردی بهتون بدم. اون راه حل کاربردی چیه؟ راه حل کاربردی ما اینجا برای ما مهم میشه که تمام این مدل‌های کندل‌ها از 3 مدل کندل بیشتر پیروی نمی‌کنن. ما یه نکته کلیدی و کاربردی الان یاد می‌گیریم که باهاش یاد بگیریم 2 کندل، 3 کندل و یا حتی بیشتر رو با یه تکنیک خیلی خاص با هم ترکیبشون بکنیم. به چه شکلیه؟ یادت در مورد تایم فریم ها گفتم تایم فریم 5 دقیقه از 5 کندل 1 دقیقه تشکیل میشه. اوپن اولی، کلوز آخری، پایین ترین جایی که دیده شده و بالاترین جایی که دیده شده یک کندل 5 دقیقه برای ما میسازه. الان میخوام هنر ترکیب کندل رو اینجا براتون به نمایش بذارم تا با استفاده از این قانون بتونید بدون حفظ کردن هیچ مدل از الگوهای کندلستیک همیشه بدونید که ترکیب این چند کندلی که الان دارید میبینید از 2 تا بیشتر وقتی چند میگیم دیگه 2 کندل، 3 کندل، 4 کندل، هر تعدادی که داریم بالا یا اون پایین میبینیم ترکیبشون بیانگر چه مفهومیه برای ما. دقت کنید. الان تو این تخته من میخوام مثلا یه ستاره صبحگاهی بکشم. ببینید یه کندل نزولی، یه کندل با بادی کوچیک حالا به صورت صعودی کوچیک و یه کندل به صورت چی؟ صعود. بچه‌ها همونطوری که یادتونه تو قانون ترکیب برای تایم فریم اینو بهتون گویزد کردم که برای ترکیب این کندل ها فقط کافیه که ما از اولین کندل اون 4 تا حالتی که ما واسه یک کندل نیاز داشتیم، اوپن، کلوز، های و لو، ما با این 4 تا میتونیم یک کندل بسازیم. اولین قانونی که برای ترکیب کندل باید رعایت کنیم، از اولین کندل اوپن رو برداریم. خب خیلی ساده بود. ما گفتیم یک کندل نزولی اوپنش بالاست، کلوزش پایینه. درسته؟ خب از اولین کندل قراره ما اوپن رو برداریم. خب ما اوپن کندل اول رو یه خط میکشیم میاریم میذاریم اینجا. این شد اوپن کندلی که داریم میسازیمش خودمون. از کندل آخر میایم کلوز رو برمیداریم. گفتیم تو کندل صعودی اوپن پایینه، کلوز بالا. خب خیلی راحته، میگیم این اوپن این کلوز، از دومی هم من کلوز رو برمیدارم. خب اینجا بادی یا همون بدنه کندل جدیدمون ساخته شد. میریم سراغ شادوهاش. گفتیم بالاترین جایی که این 2 تا کندل یا این 3 تا کندل یا این مجموعه کندل با هم تو قیمت دیدن رو انتخاب میکنیم میشه های کندل جدید و پایین ترین جایی که این کندل ها با هم دیگه دیدن رو انتخاب میکنیم میشه لو کندل جدید. بچه این شبیه کدوم کندل های ماه؟
کندل همر یا همون چکش. خب در مورد قوانین کندل همر یا چکش گفتیم چه توقعی ازش داریم؟ گفتیم توقع داریم این کندل انتهای یک روند نزولی شاهدش باشیم و نشون دهنده یه ریورس یا تغییر روند برای ما باشه. چرا؟ چون شادوی بزرگ پایینش باعث شده که یه تقاضایی که به وجود اومده عرضه رو از بین ببره. یعنی یه کندل نزولی بوده که اینجاش به صورت شادو جمع شده و رفته بالا و اینجا ما شاهد یه ریورس هستیم. پس دیگه نیازی به حفظ کردن اینی که این کندل و این کندل این کندل چه تقارنی با هم داشتن، چه تناسبی با هم داشتن یا چه جوری باید ازشون استفاده کنیم، کجا ببینیمشون نداریم. بچه‌ها 3 تا کندل برگشتی یاد میگیریم با هم دیگه که هر ترکیبی که بکنیم یکی از این 3 تاست. حتی میتونم یواشکی در گوشتون بگم ما بچه‌ها 2 تاش بیشتر کار نداریم. ببینیم اینجا کندل همر کندلی بود با شادو پایین بلند، بدنه سفید که قدرتش میاد بالا، که گفتیم شادو نسبت به بدنه حداقل 2 تا 3 برابر بزرگتره و نشان دهنده یک نوید برای صعود ماه توی چارت. یک کندل دیگه داشتیم به نام شوتینگ استار یا حالا ستاره ثاقب که گفتیم یک شادوی بالای بلند، همیشه گفتیم شادوی بلند هر سمت باشه نشون دهنده از بین رفتن تقاضا یا عرضه است. اینجا یه تقاضایی از بین رفته، اینجا یه عرضه‌ای از بین رفته. خب وقتی این تقاضا از بین رفته گفتیم انتهای روند صعودی می‌خوایم شاهدش باشیم و نشون دهنده شروع یک ریزشه که داخل خود چارت، داخل نرم افزار متا تریدر مثال‌هاشو روی چارت واقعی با هم دیگه مرور می‌کنیم. یه کندلی هم داشتیم به نام کندل دوجی که تقابل زور خریدار و فروشنده بود که آقا گفتیم بازار چی میسازه؟ عرضه و تقاضا. یا باید متقاضی برنده بشه توی این وسط که نمودار به سمت بالا بره، یا باید عرضه کننده ها برنده بشن که نمودار رو به سمت پایین بکشن. اما زمانی که زورشون با هم برابر میشه یعنی کندل ما بدنه ای نداره، اوپن و کلوزش یه جاست، درسته؟ که به صورت دوجی در میاد. اونجایی که بهتون گفتم ما 2 تاش بیشتر کار نداریم، اصولا یا ترکیب به صورت شوتینگ در میاد یا ترکیب به صورت همر در میاد. خب حالا با این قانونی که یاد گرفتیم بیایم بریم یه بار دیگه الگوهای قبلی رو با هم دیگه مقایسه کنیم، ببینیم هر کدومشون ترکیب چی هن و با تعاریفی که داشتیم. مثلا میگفتیم اینجا یه دونه الگوی 3 سرباز سفید رو داشتیم و میگفتیم انتهای روند نزولی منتظر یه صعودیم. یعنی چی؟ حالا میایم با قانون ترکیب کندل ببینیم این چیه. میایم این چند تا کندل پایین رو با هم دیگه ترکیب میکنیم. اوکی؟ میایم میگیم خب اینجا مثلا این 3 کندل رو ما میخوایم با هم دیگه ترکیب کنیم. میگیم اوپن اولیه کندل نزولیه، اوپنش بالاست. کلوز آخریه کندل صعودیه، کلوزش بالاست. این میشه بادی ما. اوکی؟ بالاترین جایی که دیدن های، پایین ترین جایی که دیدن لو. بچه‌ها این شد یه همر. دقیقاً هم طبق تعریف الگوی 3 سرباز سفید ما میگفتیم که در یک روند قراره یک روند صعودی شکل بگیره. این الگو حاوی پیام‌های مثبت و خوشحال کننده برای معامله‌گران است. این الگو دارای 3 شمع است با رنگ‌های سفید که پشت سر هم تشکیل می‌شوند و بیانگر خریداران پرقدرت در سهم، جفت ارز، کامودیتی یا همون بازاری که داریم توش کار می‌کنیم. خب بچه‌ها این تعریف همر نبود؟ و همین راحتی تونستیم ببینیم که بدون اینکه بخوایم اینا رو در نظر بگیریم دیدیم داره واسه ما یه همر میسازه. ببینید بچه‌ها یه نکته‌ای که اینجا باید در نظر بگیرید، ما میایم با زوایای پنهان بازار آشنا میشیم. ما یه چیزایی داریم میبینیم که در نگاه اول خیلی از معامله‌گران نمیبینن. اونا تا منتظرن این الگوهای دیگه، این کندل‌های دیگه ساخته شه، ما از اینجا ورود به معامله داریم و داریم تو اینجا سود میگیریم. چرا؟ چون یه سری فوتای کوزه‌گری بازار رو یاد گرفتیم، یه سری فن و فنونی یاد گرفتیم که باهاش بتونیم نسبت رقبا تو بازار پیشی بگیریم. مثل ترکیب این 3 کندل که فهمیدیم برای ما داره یه همر رو نشون میده و این همر انتهای یک روند نزول یعنی شروع یک روند صعود و اینجا ما داخل سود از این بازار هستیم. بریم یه الگوی دیگر رو با هم دیگه ببینیم. ببینید اینجا 3 کلاغ سیاه، درسته؟ تا وایسی اینا تشکیل بشه و این کندلا پشت سر هم بیان پایین، یه بار تعریفش رو با هم دیگه بخونیم. این الگو معمولاً برای معامله‌گران نشان دهنده خبر بد، البته برای کسایی که تو خرید هستن، چون ما بازارمون 2 طرفه است، میتونه نشان دهنده این باشه که میتونیم وارد سل بشیم و منظور از ادامه روند نزولیه.
و کاهش قیمت هست. حالا یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه وایسی تمام اینا ساخته بشه و بعد تصمیم بگیری، توی همین 3-4 تا کندل اول اوپن این کندل صعودی کجاست؟ اینجاست. کلوز این کندل نزولی کجاست؟ اینجاست. خب این میشه بادی کندل ما. بالاترین جا های، پایین ترین جا لو. بچه‌ها ببین بزرگتر میکشمش، یه دونه، ببخشید پایینش بلند شد، ببینید یه دونه چی شد؟ یه دونه شوتینگ استار شد و بعد از یک روند صعودی و این شوتینگ رو ما دیدیم و دنبال نزول تو این بازار هستیم و چون بازار دو طرف است ما وارد سل میتونیم بشیم و اینجا حالا میتونیم از قوانین اینی که 1 کندل، 2 کندل، 3 کندل، 4 کندل زودتر از بازار سیو سودهایی رو بگیریم و سیو کنیم. همینطور میتونیم تو کندل های قبلی ستاره اسگاهی، ببین بچه‌ها این ستاره اسگاهی اگر خیلی نتونستیم با دقت تشخیصش بدیم، اوپن کندل صعودی پایین، اوپن ما، کلوز آخرین کندل نزولیه اینجا. خب یه بادی برای ما تشکیل میده، یه لو داره، بالاترین جا های. بچه‌ها یه دونه شوتینگ شد و دقیقاً ستاره اسگاهی کارش چیه؟ برای روند شروع یک روند نزولی و انتهای یک روند صعودی. همونجوری که گفتیم انتهای یک روند صعودی ما یه شوتینگ می‌بینیم و بعدش نزول می‌بینیم، اینجا هم دقیقاً همینو با ترکیب کندل به شوتینگش برخورد کردیم. و مثال‌های بعدی هم باشه که شما تمرین بکنید، برای پشتیبان‌ها بفرستید و تو چارت در میاریم با هم دیگه و تمریناتون رو مرور میکنیم ببینیم چشتون به این بازار به این شکل مسلح شده یا نه. مطمئن باشید بعد از مدتی که دارید بازار رو میبینید، با کندل ها بیشتر آشنا میشید، چشتون به این قانون مسلح میشه، به راحتی فقط بازار و انتهای روند رو یه سری شوتینگ و همر میبینید که قشنگ با تکنیک های بعدی که یاد میدیم میتونید از بازار گیم های خیلی خوب و به موقعی بگیرید. خب ادامه میدیم. بریم همونجایی که بودیم، ترکیب کندل. و قسمت بعدی کندل های برگشتی هستن. کندل های برگشتی که بهترین حالت اونا انتهای یک روند اتفاق میفتن. برای ریورس یا تغییر اون روند یکی از بچه‌ها دقت کنید، این یه نکته فوق‌العاده است. بعضی ریزه‌کاری‌ها رو ما باید خیلی بهش دقت کنیم. میگه یکی از عوامل برگشت روند هستن، نه اینی که تنها عامل برگشت روند. یعنی ما برای اینی که بدونیم یه روندی داره ریورس میکنه نیاز داریم چند تا تاییدیه بگیریم، نه حالا 1000 تا تاییدیه، نه 100 تا تاییدیه، اما 3-4 تا تاییدیه مهم باید بگیریم و با تاییدیه بیشتر محکمتر وارد اون معامله بشیم، در صورتی که مدیریت سرمایه داریم میکنیم. و کندل برگشتی یکی از اون تاییدیه هاست. بازم دقت میکنم یکی از عوامل برگشت روند است که چکش همرمون، من شکلش اینجا میکشم، داشته باشیم. چکش برعکس همون شوتینگ استارمون و دوجی، تقابل زور خریدار و فروشنده. بچه دوجی خیلی راحته، اگه داره میریزه به دوجی میرسه یعنی دیگه این ریزش تقاضا اومده پشتش، خریدار نمیذاره بره پایینتر. اگه داره میره بالا، دوجی که شکل میگیره یعنی چی؟ یعنی فروشنده وارد شده، دیگه زور خریدار نمیرسه از این قیمت ببردش بالاتر. و یه بار دیگه با هم دیگه مرور میکنیم از جمله الگوهای برگشتی، همر، شوتینگ، دوجی و اینایی که میبینیم تماما در انتهای یک روند دنبالش هستیم و یکی از عوامل مؤثر برای برگشت در روند ما هستن. بچه‌ها تاکید میکنم ما هیچ وقت با یه تاییدیه وارد یک روند یا وارد معامله نمیشیم. ما برای معامله کردن نیاز به تاییدیه‌های بیشتر داریم. میخواد یه مثال براتون بزنم؟ ما قراره با هم دیگه با یه ماشینی بریم سفر. خب میایم فقط یکی از عوامل سلامت خودرو رو چک کنیم و بگیم سوارشیم بریم. مثلا میگیم خب چرخ‌های سالمه سوارشیم بریم. میگیم نه، وایسیم ببینیم بنزین داره، یکی از تاییدیه هامونو داره. چرخ‌ها سالمه، یه تاییدیه داره. ماشین راه میره، یه تاییدیه داره. درسته؟ پس میایم چند تا تاییدیه میگیریم، موتور سلامت باشه، بنزین داشته باشه، چرخاش هم سالم باشه. حداقل یه 2-3 تا تاییدیه اولیه رو ازش میگیریم. اصولا دیدی قبل سفر یه ماشین رو چکاپ بکنیم ببینیم مشکل چرخی نداره، مشکل موتوری نداره، مشکل دیگه‌ای نداره و بعد سوارش میشیم، یه سفری با هم دیگه میریم. فقط مبتنی بر اینی که چرخ‌های سالمی داره دلیل به راه رفتن اون ماشین نیست. خب شاید بنزین نداره و اینکه فقط بنزین داشته باشه دلیل به راه رفتنش نیست. برای همینه که ما برای ورود به معامله حداقل 3 تا 4 تا تاییدیه مهم
و محکم که برای هر کدومشون یاد میگیریم چجوری چشمون رو مسلح کنیم به بازار که چارت شلوغی هم نداشته باشیم، یه چارت کثیف پر از اندیکاتور و پر از اسیلاتور وجود نداشته باشه، به راحتی بتونیم قیمت پرایس اکشن یا همون حرکت‌های قیمت رو خوبی ببینیم. استراتژی که تعیین کردیم 100% یه سری تاییدیه نیاز داره که ما ازش گرفتیم و بعد وارد معامله میشیم. تازه برای وارد معامله شدن مهمترین اصولمون مدیریت سرمایه. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که سرعت مطمئن برای اینه که توی جاده‌ای بخوای رانندگی کنی. اگر همه عوامل حرکت ماشین سالم باشه، اجازه داره 200 تا توی اتوبان بری؟ نه، بازم داری جونتو به خطر میندازی. همونجوری که اگر یکی از چرخ‌ها مشکل داشته باشه جونت در خطره، اینجام برای اینی که مدیریت سرمایه نکنی مثل همون سرعت هست. همه چی درست بود، استراتژی همه کارا رو کردی، تاییدیه‌های مختلف رو گرفتی، اما سرعت غیر مجاز یعنی عدم مدیریت سرمایه، یعنی حجم بیش از حد میتونه توان مالی که داخل بازار گذاشتی رو بگیره و آسیب بهش بزنه. در کنار همه اینا ما مدیریت سرمایه رو همیشه در اولویت قرار میدیم که اگر یکی از اینا هم به خطا منجر شد، حساب ما تحت پوشش ضرر زیادی نمیره و توان دوباره معامله کردن و سودهای بعدی از بازار رو داشته باشه اون حساب. خب تو این قسمت یاد گرفتیم، کندل ها رو شناختیم، ابزارهایی که باهاش روی نمودار میتونیم ما قیمت رو نسبت به زمان ببینیم، کندل چی هست، از چه اجزایی تشکیل شده، بادی کندل، شادوی کندل یعنی بدنه و سایه ها و 4 تا فاکتوری که یک کندل به ما اطلاعاتی که به دسترس ما قرار میده مثل اوپن، کلوز، های، لو، انواع الگوهای کندل استیک رو با هم دیگه دیدیم، روش خیلی فوق‌العاده ترکیب کندل ها رو با هم دیگه یاد گرفتیم، کندل های برگشتی رو یاد گرفتیم و اینی که هر کدوم از این کندل های برگشتی انتهای کدوم روند و برای چه مفهومی به عنوان یکی از تاییدیه‌های ما برای ورود به بازار استفاده میشن. تو جلسه بعد قراره بریم سراغ مفاهیمی مثل قله، دره، روند صعودی، روند نزولی، روند خنثی با محدوده و کانال، شکست و پولبک اینا آشنا بشیم و همچنین بتونیم یه مقدار از بازار به چشم یه حرفه‌ای‌تر نگاه کنیم.